منو نخور. آخ پام، ای وای جسم ناقصم. حاجی خدا مرگم بده. چی شده؟ چی شد؟ کی بود؟ طیب الله، خواب دیدم. عجب خوابی بود. الان جنتی رو میارم خوابتو تعبیر کنه. خوابی که دیدیم عظما؟ خواب دیدم 3 یابو به هم حمله کردن. یکی ریشمو میجبه، یکی عماممو میکشه، یکی عبامو جر میده. خب حالا بگو یابوها حرفم میزدم. آره، اولیه میگفت بگم، دومی میگفت من شنبه صبح فهمیدم، سومی هم میگفت شما نهار خوردی. باشه الان تعبیرشو میگم عظما. یابوی اولی محمودی بود که یارانه صنعت رو قطع کرد و تولید به فنا رفت. یابوی دوم اصلا کلید خودمون بود که برجام کرد. اشتغالم کشک. میرسیم یابوی سومم رئیسی اسکول بی سواده که یا سوتی بیده یا وعده. آهان، عجب تعبیری. حالا که اولی تولیدو به فنا داد و دومی اشتغال و سومی دانشو، منم که سوار هر 3 تاشون بودم اسم سالو میذارم تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. خوبه؟ ای بر پدر عظما که اشگذاریاتم مثل خوابات چپن در قیچی هستم.